سلام همراهی عزیزم، امروز اومدم براتون یه دونه حلوای شیر خشک با پودر نارگیل براتون درست کنم. بسیار حلوای خوشمزه‌ایه، حلوایی که اگه یک بار بخورین هیچ وقت فراموش نمی‌کنین و سعی می‌کنین که هر دفعه درست کنین. مواد لازم ما، من با این لیوان پیمونه گرفتم، 2 تا آرد سفیده، 1 لیوان شیر خشک قنادیه، 1 لیوان پودر نارگیله، 3 لیوان شکر، 1 لیوان گلاب، 2 لیوان آب و 2 تا قاشق غذاخوری هله که اینا مال شربتشه، یعنی شکر، گلاب، هل، زعفرون مال شربتشه که گفتم 2 تا لیوان آب، 1 لیوان گلاب، 3 تا لیوان شکر، 2 تا قاشق غذاخوری هل و زعفرون دیگه خودتون میدونین چقدر بریزین و خلال پسته و بادوم برای تزیینشه و 2 تا لیوان و نصفی روغنه و 1 دونه 100 گرمی من کره میزنم. الان من دو لیوان آردمونو با 1 لیوان شیر خشکمونو این 2 تا رو با 2 لیوان و نیم روغن آغشته میکنم و این باید خیلی با احتیاط سرخ بشه چون شیر خشک داره زود میسوزه. اینو روغنشو میریزم بهتون نشون میدم. عزیزان من الان آردمو با 2 لیوان و نصفی روغن مخلوط کردم و زیرشو الان که زیاده و تا این قابلمم گرم بشه بعد کم میکنم که روی متوسط میذارم و فقط بالا سرشم چون شیر خشک داره زود میسوزه ته میگیره، باید فقط در حال هم زدن این مواد باشی. شربت هم که گفتم 2 تا لیوان آب و 1 لیوان گلاب و هل و 2 تا قاشق غذاخوری و 1 قاشق چایخوری پر زعفران ریختم و 3 لیوان شکر تا اینا بپزه. برای حلوام پودر نارگیل و وقتی که میخوام دیگه حلوا رو از گرما بردارم، از روی گاز بردارم اضافه میکنم چون نارگیل فوری میسوزه. حالا تا این رنگ عوض کنه بهتون نشون میدم. دوستای عزیز ببینین الان آرد من به خوبی سرخ شده، خیلی طلایی تیره، خیلی خوش رنگ و عالی شده. الان من پودر نارگیل رو اضافه میکنم و اینو من کررم اضافه کردم، یادم رفت متوجه نشدم که بگم فیلم بگیرم. من 100 گرم کررم همین الان اضافه کردم و الانم پودر نارگیلم رو ببینید اضافه کردم و اینو یه سرتفه کوچولو میدم چون نارگیل خیلی زود میسوزه. الان من کم کم شربتم رو به آردم اضافه میکنم و هم میزنم. میبینید که چقدر خوش رنگ و عالی شده و دوباره روی گاز قرار دادم و به قدری همش میزنم که حالت گهواره‌ای پیدا کنه و خودشو بگیره. میبینید که چه حلوای خوش رنگ و عالی شده. البته این حلوا
یه مقداری کش میاد، یعنی حالت بهش میگن حلوای کشی، چون شیر خشک داره. یه مقداری این از حلوای معمولی که قشنگ میتونین گهواره ایش بکنین نمیشه، چون این حلوا یه مقدار کشی هستش و خیلی هم خوشمزه و خوش عطر. اگر بدونید الان چقدر تو آشپزخونه ای ما بوی عطر این حلوا پیچیده، آدم واقعا مست میکنه. حلوای من خودشو قشنگ گرفته، ببینید چه رنگی داره، خیلی عالی. من الان تو ظرف میکشم بهتون نشون میدم. دوستای عزیزم، اینم حلوای شیر خشک و نارگیلمون، بسیار خوش رنگ، بسیار خوش آب و طعم، بسیار خوشمزه. امیدوارم که شما هم درست کنید، لذتش رو ببرید. من تا حالا 2 حلوا براتون درست کردم، یکی با آرد نخودچی بوده، این یکی با شیر خشک و نارگیل بوده. حلواهای خیلی متفاوتی با هم داریم، زیادی داریم که ایشالا دفعه دیگه یه حلوای دیگه براتون آماده میکنم. نوش جانتون.